امروز در کنار تمام پرنده آقا مصطفی جدی رو داریم، قهرمان بزرگ مجمع خراسان. یک دست تکون بده یاره. حال احوال داشت سعید ما نداریم، عشق برار. یه میمونا گیری کنیم به چه حقیقتش یک لکه گیری بشه در کنار دوستان. بزن داشت مصطفی موزما کلاغ بده. نه کلاغ ملاغ وجود نداره داداشو، کلاغا جان نشستن. سه تا کلاغ دست شما اوبری گوشی اوبری و همین گوشی بری فکر دست شما درد نکنه. کاکلی هر نظرت گرفته ماده نره داداش، نه ماده داداش نره پرنده. ابلغ افغانی هر نظرت نگرفته داداش؟ نه با ابلغ علمه. نه علمه. چپ کلاغدون به افشون چی؟ کلاغ خوبه کلاغ. چپ کلاغدون به افشون چی؟ نظرت نمیگیره؟ بیا همینا نظرت گرفته. یه هم از اتمام کار لکار گرفت. آقا مصطفی دست شما درد نکنه. این هم حیوونا برن بری فردا صبح. ما دیشب پا خوردیم روی سابو رفیق ما، شب آمد بالا دیگه، شب لو رفتیم بچه ها. از این به بعد به گفته آقای مصطفی جدی قهرمان کیف را باید چوس نگاه کن خود چه مامده و بالا نشسته. میبینیش مصطفی؟ اوی کی دیگه مامده کی؟ علی رضا. اینجا شلوغ بلوغه دیگه. چطور رضا؟ اینجا لو رفتیم دیشب ما را دستگیری زد، بعد دیگه نمیشه شب بازی کنیم. از این بعد به گفته آقای مصطفی جدی قهرمان ساعت 5:30 صبح همه خوابن مییم بالا، حیوونا من حرکت میدیم، همه آفتاب نوکزک بریم پایین، کفترا رو جا میکنیم میریم پایین، میریم سر کار. جاته رو بیچه نیست، تموم شده رفت. کفترا رو یک سر نفس دار بکنیم، بعد ما میبینیم که ببینیم یک چاشنی بازی درست حسابی بکنیم یا نه. تک و توک تنفسی دارن، امشب براشون یک تنفسی میدم بچا ببینیم که چیکار میکنن. بره تنفسی هم ما دیگه هیچ نمیگم. نگاه رفیق، این نظره، هر کس یک نظری داره. آقای مصطفی جدی تاکسی 200 خوبه، تاکسی 200 از داروخانه که دامپزشکی. بعد بری درمان چند شب نیازه و خدمتتان بگم که 5 شب میتونی 3 شب تا 5 شب هم بدی. 3 شب تا 5 شب. بعد دوزش چقدر بشه؟ 2 گرم میگن در لیتر، اگه 4 گرم هم بدی جوابه. 4 گرم در لیتر بری که دو سه روز اولش گفتی دوزش قوی تر کنه. بر وایس آفتاب مخوره بید. نه خوبه، ما تو آفتاب برونزه ویتامین دی میگیری. پس شد 4 گرم در لیتر. آبم آب صاف بشه. آب صاف، آب مگه نیستن آب معدنی بدن. آب معدنی یا آب تصفیه یا آب چا. بری پاکسازی به چا 3 شب تا 5 شب ما پرنده هامون میدیم. یک خورده تنفسی دارن. آقای مصطفی جدی آمد گفت پرنده ها تنفسی دارن. و خدمتتان بگم که داروها را کاراش میکنیم امشب تمومه به چا. یا علی